اگر به تصاویر بردگان عصر بردهداری و قبل از لغو قانون بردهداری در جهان نگاهی بیندازید، شباهت‌های بسیاری بین آنها و وضعیت فعلی ساکنان بلوچستان و مناطق بلوچ‌نشین تجزیه شده در سال 1314 توسط رضاخان پالانی و الحاقی به خراسان، کرمان و هرمزگان به بهانه توسعه خواهید دید. وضعیت کودکان، وضعیت زنان، وضعیت مردان، وضعیت خانواده ها. آیا به این فکر کرده اید که چرا در قرن 21 ملت بلوچ همانند بردگان در قرون گذشته زندگی می کنند؟ آیا مسبب وضعیت ملت بلوچ سیاست‌های دو حکومت شاه و شیخ نیستند؟ آیا همچنان به بردگی و غلامی گجر رضایت داده و آینده فرزندانمان را نیز همانند آینده خود ویران ببینیم، یا اینکه با شکست استعمار و احیای دولت ملی بلوچستان پس از جمهوری اسلامی تقدیر ملت بلوچ را تغییر دهیم؟